شبی از دشت شب سر میزند گلخوشه نور، افق پر می شود از لحظه های جشن بیداری. میان قاب صبحی می نشیند شاه دخت عشق و روزی می شود آغاز از آفاق دلداری. تو میایی و دستانت دو فانوس دلاسایی، تو میایی و با خود روز را چون هدیه میاری. تا قبل از همه‌گیر شدن وسایل ارتباط جمعی مخصوصا اینترنت، البته هیچ نوع ارتباطی نمیتونستیم برقرار بکنیم الا با مگر کسی اونجا میرفت یا کسی از اونجا برمیگشت. اما فعلا با تسهیلات اینترنت خیلی راحت با هم در تماسیم. از شعری که امشب در کابل سروده میشه بعد از 10-15 دقیقه که روی سایت به ما خبر میشیم تازه ترین شعر جوانترین شاعر. اما من وقت اثر ایجاد میکنم در اینجا میتونم با روی اینترنت قرار بدهم، اما از چگونگی پذیرش اثرم در افغانستان بیخبرم، همچنان از چگونگی پذیرش اثرم در اینجا ناامیدم. چون اینجا من باید برای دوستای زنگ بزنم تلفنی و براشون شعر بخونم که اون همخوانی به وجود بیاد و بگم که نظر شما درباره این شعر چی است و اونا بر من ابراز نظر بکنن، یا در یک فضا به هر حال فضا انفرادی تر است در غربت. بازم همون پیغمبری است که براش وحی میایه، الهام میایه، اما امت نیست که ابلاغ کنه. امت پراگنده که فراوان نمیشه یک نفر ما جمع کنیم. که من در شعرخوانی در هرات اشاره کردم که جوانا برای من حدود 30 شاعر جوان برای من شعر خواندن که از دو بیتی، رباعی، غزل، مثنوی، شعر نیمایی، شعر شاملویی و شعر پست مدرن در او دیده میشه. در تمام اشکال شعر در محتویات مختلف، از محتوای کاملا کلاسیک مدیحه و که حالا مدیحه ها کمی میتونم بگم مدیحه سیاسی یا مدیحه دینی هست، تا مرثیه سرایی، تا حج و غزل وارد شده. اینا مثل این که به یک حیات دوباره رسیدن، هم از نگاه قالب، هم از نگاه موضوع، هم با هم در هرات مثلا حضور دارن. حلقه های ادبی جدایی وجود داره، اونایی که با شعر، با ادبیات نو، با شعر پست مدرن، با شعر مدرن قطع رابطه کردن و با پست مدرن میرن. شعر کلاسیکا و سنتیار نمیپذیرن. نهادهای ساخته شده در هرات، در کابل. این نهادها هفته یک بار جلسه میگذارن و روی شعر هم دیگر صحبت میکنن. اما تعدد سبک به اندازه که زمانی که من در کابل بودم بین شعر واصف باختری و لطیف ناظمی و همیرا نکت و لطیف پدرام و لیلای صراحت شباهت شما نمیتونستین پیدا بکنید. خاک نفرین میکند مردگانی را که خدا را در بوی باروت میجویند. حور و غلمان دامن برمیچینند و رخ برمیتابانند. از اندامهای باروتی بهشتیان خون و شقاوت بهشت دیهی می شود از حور، بهشت دیهی می شود از تراوت. جوی شیرش خشک، جوی عسلش سنگ و ایران نمی شود بهشت. اگر شاعر جوان می بودم به دو نکته توجه خیلی جدی می داشتم. اول که در ادبیات تافته جدا بافته وجود نداره. هیچ کسی بی‌نیاز از آموزش‌های اساسی و لازمی ادبیات نیست. مثلا ما حالا گروه‌های کثیری از جوانان رو داریم، هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، که شعر آهنگین می‌نویسن، شعر پست مدرن می‌نویسن، اما قواعد شعر فارسی رو بلد نیستن. شاملو اگر شعر شاملویی می‌نوشت و از هیچ نوع عروضی در شعرش بهره نمی‌برد، با آگاهی تمام بر
عروس شعر سروده بود. از این مرحله عبور کرد و به شعر رسید که به نام خودش امروز یاد میشه، به شعر شاملویی. از راه نمیشه آدم شعر شاملویی بگه. من آرزویم این است که شاعرای جوان آموزش های ابتدایی شعر جدی بگیرن، با پشتوانه بیان. دوم بی اندیشه نباشن. شاعر بی اندیشه نمیشه. تصادفی نبوده که در شعر کلاسیک ما هر شاعر ما از علوم مروج روزگارش باید بهره‌ور می بوده. باید، این یک باید بود. مثلا خواندن ریاضی، نجوم، طب، فلسفه، دین، حدیث، نه تنها دین، ادیان، موسیقی، اینا رو اگر نمیخواندن اونا شاعر نبودن. امروز نمیشه آدم نه اندیشه داشته باشه، نه تفکر، نه تاریخی، نه تفکر جهانی، در جهانی که پر از وسوسه هست. بیا بگه من شعر میگم. شعر که تعمیل سلیقه، ابراز سلیقه نیست. شعر یک اول آدم باید تمام این اندیشه هایی که در چهار دوبر آدم در عبور و مرور هستن، اینا رو در ذهنش و در هستی خودش اهلی بسازه، پرورش بده تا لحظه که اینا جوانه بزنن به شکل شعر از زبانش. یعنی آموزش به هر حال شرط اوله. میهن چگونه است که من دوست دارمت، با آن که از تو هیچ بجز غم نمیرسد. بی تو مجال زندگیم نیست ای دریغ، در من تو زنده ای یا از تو زنده ام. باور نمی کنم که چنین در شکستگی آینه تمام نمای منی هنوز. باور نمی کنم که تو ای سرزمین دور از دست رفته ای، زیرا که بی‌دریغ هر روز در صلابت من می کنی طلوع. بیرون ز مرزهای تو من زنده‌ام هنوز.